سلام دوستان، پرهام هستم از کانال پرهام اسکرافت و امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه از کانالمون. امروز در واقع اگه یادتون باشه بهتون قول داده بودم که آموزش فرم آیرون در اندروید رو بذارم، چون در جاوا گذاشتم و الان میخوام در اندروید رو بذارم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو یادتون نره که حتما لایک کنید، کامنت بذارید و کانال ما رو دنبال کنید. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بریم سراغ ویدیو. اون دوتا فرم هم خراب کردیم دیگه به خاطر اینکه این به کار کنه. بله. وسایل مورد نیازمون ویلیجر 20 تا، اسلب، لاوا، یه دونه آب. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما یه مخزن داشته باشید. ساین نیاز داریم، 2 تا چست، 4 تا هاپر، گلس، بلاک مورد نظر. این از این خراب است. یه لحظه صبر کنید برم و بیام. داشتم میگفتم همونطور که ملاحظه میکنید الان اچیومنتش رو گرفتم بنده و به. خب فقط قبلش من یه تایم رو روز کنم. خب بقیه وسایل 20 تا تخت و 20 تا شغل لازم داریم. بریم برای ساختنش. قبلش فقط یادتون باشه توی اندروید حتما مراقب باشید که زامبی توش نباید اسپان بشه، وگرنه فارمتون کار نمیکنه. توی اندروید زامبی ها بیشتر باعث اسپان نشدن میشن. قبل از هر چیزی 8 تا با بلاک مورد نظرتون میریم بالا. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا. اینجا ما چستمون رو باید بذاریم به این شکل و حالا میشینیم و به چست هاپر رو میزنیم. الان در واقع به چست هاپر وصله دیگه، امیدوارم بلد شید چون که توی همه ویدیوی آموزشیمون تا حالا ازش به کار بردیم هاپر رو. خب و الان از گلس استفاده میکنیم و تا 4 ردیف این مربعی که الان من اینجا میسازم و با خودش تا 4 ردیف به بالا میریم. بریم و برگردیم. خب همونطور که میبینید به این شکل میشه و حالا ما کاری که باید بکنیم اینه که بیایم لاواهامون رو بذاریم. اول از همه یکی توی دومی میذاریم به این شکل. البته ممکنه الان یه ذره واسه من چون که توی جاوام بد کار کنه، ممکن هم هستش که همونطور که تو اندروید کار کنه، ولی هرچی هست خیلی فرم خوبیه و نخم حتی میده، برعکس فرمایی که جاوا که نخم نمیدادن. البته طبیعی تره، فرم آیرونه دیگه، فرم نخ که نیست. به هر حال وقتی اینجا رو اومدید یه طرف انتخاب خودتونه دیگه، یه طرف چست رو میرید تا 8 بلاک، 1 2 3 4 5 6 و 7 و 8 بلاک. یه طرف هم اینور، یعنی دقیقا اینور دقیقا مقابل چسته از گوشه. دوباره 8 تا 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا. خب الان ما در واقع کاری که باید بکنیم اینه که این دوتا رو به هم بچسبونیم تا یه مربع درست کنیم. بریم و برگردیم ببینیم چه شکلی میشه. خب در واقع همچین شکلی پیدا میکنه که یه مربعیه که از این ور 8 و از اون ور 8. خب حالا کاری که ما باید بکنیم اینه که همه این دیواره هاش رو تا 2 بلاک با بلاکمون بریم بالا. نکاتی که در مورد این فرمه اینه
اینه که اولا که حتما مراقب باشید تا 8 بلاکی زیر این فارم تا فکر کنم حداقل اگه اشتباه نکنم 50 بلاکیش مواظب باشید که چیزی نباشه، چون ممکنه که ویلیجرها اونجا آیرن گولم رو اسپان کنن و کلا فال خراب میشه. و اینکه یکی دیگه اینه که حتما از بلاک استفاده کنید که نسوزه برای بلاک مورد نظر، به خاطر اینکه ممکنه که بسوزه. توی اندروید احتمالش هست. خب همونطور که می‌بینید همچین احتمال همچین شکلی پیدا میکنه. حالا باید روی تمام این دیوارها رو با گلس پر کنیم. خب همچین شکلی پیدا میکنه. بهتون الان پیشنهاد میکنم که یه دریایی چیزی بغلتون داشته باشید، یا اینکه اگر ندارید یه آب بی‌نهایت درست میکنید. دو مدل هم هست آب بی‌نهایت درست کردن. یکی به این شکلی که یه مربع 2 در 2 درست میکنید، یکی این گوشه و یکی این گوشه میذارید و آب بی‌نهایت شما درست میشه. یکی هم ستایی اینطوری میکنید، یکی میذارید اینجا یکی هم میذارید اینجا، الان هم دوباره آب بی‌نهایت حساب میشه. یه همچین چیزی بعد حتما داشته باشید که آب بی‌نهایت داشته باشید، چون اگه بخواید اینقدر باکت که من میگم و داشته باشید خیلی اینونتوریتون پر میشه. شروع میکنید. لاوا اینجاست. خب از این ور و این ورش رو به این شکل میذارید. خب حالا که به این گوشه رسیدید یه همچین شکلی درست میکنید به این شکله. البته زیادی رفتم ببخشید. یه همچین شکلی داره و اینجا آب میذاریم. دوباره از اینجا شروع میکنیم و دوباره آبها رو میذاریم. همونطور که میبینید به این شکل میشه و هر جا که اسپان بشه آیرن گولم هول داده میشه به این طرف و میمیره دیگه. خب حالا و آیتماش رو به شما میده. فقط یادم رفت بهتون بگم اینو حتما تست کنید قبل از اینکه لاوار بذارید که هاپر وصله یا نه. همونطور که میبینید هاپرهای من از دیشم میتونید بفهمید هاپرهای من همه به چست هستن. توی این بیفته به این منتقل میشه، به این دوتا منتقل میشه و توی چست میره. کاملا وصله و باید همین شکلی بشه. حالا مخزن لاوای ما اینجاست و یه بلاک شیشه‌ش رو ول میکنیم، میریم بغلش رو چسبیم. خب و بلاک مورد نظرمون رو میزنیم، 2 تا میایم جلو، دوباره اینو میکشیم تا آخر به این شکل. حالا اینجا گلس هامون رو میذاریم که اینجا هم ما اسپان نشه. اول از همه یه بلاک از ببخشید خب یه لحظه. خب درست موسمون دیگه یارو نمیده. خب یه بلاک اینجا رو میرید بالا به این شکل. حالا شغلی که میارید، من این رو توی اندروید انتخاب میکنم. از برل زیاد کارساز نیست توی اندروید، نمیدونم چرا، ولی حالا به هر حال فرقی نداره. ولی من اینو بیشتر دوست دارم که خب بذار سخته 40 تا فیلینز بزنم. 20 تا شغل رو به همین صورت میذارید. حالا ما اسلب هامون رو میاریم و همه اینجاها رو اسلب میذاریم. بریم بگردیم ببینیم چه شکلی میشه. خب همونطور که میبینید به همچین شکلی در میاد. بچه من در مورد اون نکته که گفتم تا 8 بلاک زیرش هیچی نباشه، اگر اینجا رو فکر میکنید اینجا اسپان میشه یه چند تا دکمه بذارید. من که اینجا رو دکمه گذاشتم. خب بریم سراغ ادامش. بعدش که این اسلپ ها رو اینجا گذاشتید، ما میایم طرف لاوا رو پیدا میکنیم تا 4 بلاک از این گلساش میایم جلو. 1 2 3 و 4.
1 2 3 و 4 به این شکل. اینجا میاد شما تختاتون رو میذارید، از اینجا شروع میکنید 1. خب الان من موسم رو درست کردم و امیدواریم دیگه خطایی نداریم. همین شکلی اینجاها رو پرشون میکنید و حالا میاد بلاک های زیرشون رو میکنید تا اینکه برسید به گلس رو نباید بکنید. خب به این شکل میشه و الان فقط تنها کاری که باید بکنید اینه که ویلیجرهاتون رو بذارید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تا ویلیجر ما الان اینجا داریم. حالا گفتم که توی در واقع جاوا این فارم ممکن هستش که کار نکنه چون که تخت‌ها از ویلیجرها دوره و ویلیجرها نمیتونن تخت رو بگیرن، برای همینم دیگه شغلشون هم نمیگیرن و به همین راحتی دیگه فارم کار نمیکنه. ولی توی اندروید خیلی این فارم سریع کار میکنه. توی اندروید از 1000 کیلومتر هم ویلیجرها تخت رو میگیرن، شما خیالتون راحت باشه. بعدش توی اندروید، توی جاوا که دیگه فایده نداره، توی اندروید این وسط هم با اسلپ میبندید به این شکل میشه و دوباره از زیر هم زیر این شیشه رو با اسلپ میبندید به این شکل. تمام شد رفت. فارم شما آماده است، فقط لدر کم داره که بیاید شما اینجا لدر رو بذارید، از فارمتون به خوبی استفاده، البته اینجا که نه، اینجا از فارمتون به خوبی استفاده کنید. خیلی خوب کار میکرد ولی خب دیگه توی جاوا به درد نمیخوره کلا، چون که هم منابع زیادی میخواد دیگه. چه کاری وقتی همچین فارمی که آموزشش رو توی چنل گذاشتم شما میتونید به راحت ببینیدش و لایک هم بزنید و لذتش رو ببرید، چرا باید یه همچین فارم بسازیم که اینقدر درد سر داره؟ به هر حال امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. قبل از اینکه برید سراغ از این ویدیو در بیاید دنبال رو بزنید، واسه شما یه دکمه است ولی واسه ما خیلی ارزش داره. لایک رو بکنید اگر دوست داشتید، اگر نظری هم داشتید که دوست داشتید من بدونم اون رو حتما کامنت کنید برای من و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.